هم دوره‌ایاش بهش فیلسوف خندان میگفتن و قرار امروز داستان فیلسوفی را تعریف کنیم که میگفت میخندم تا خودکشی نکنم. در قرن 18 زندگی کردن برای مردم خیلی سخت بود. فقر، نادرستی، تجاوز، تعصب، عیاشی، خرافات و جنگ بیداد میکرد و نافرمانی از قوانین کلیسای کاتولیک در اون زمان به معنای رفتن به استقبال مرگ بود. برای درک بیشتر این مطلب بذارید یه داستانی رو براتون تعریف کنم. ژان گالاس یک فروشنده در شهر تولوز بود. اون 40 سال سرش تو کار خودش بود و با همسر و 6 تا بچه زندگی میکرد. یکی از بچه‌هاش آرزو داشت وکیل بشه، اما به خاطر اینکه پروتستانی بود هیچ وقت به رویاش نرسید و به خاطر افسردگی ناشی از این قضیه دست به خودکشی زد. شایعه شده بود که گالاس برای جلوگیری از اینکه پسرش به آیین کاتولیک روی نیاره اونو کشته. با اینکه مدرک محکمه پسندی در اثبات این حرف در میان نبود و همچنین با وجود عدم سوء پیشینه گالاس اونو به شکنجه و مرگ محکوم کردند. در 16 مارس 1762 برای اجرای حکم گالاس اونو از دو طرف به 2 حلقه آهنی بستن و انقدر کشیدن که دست و پاش از جا در اومد، اما گالاس زنده موند. دفعه بعدی انقدر آب تو دهنش ریختن که بدنش باد کرد و 2 برابر اندازه معمول شد، اما گالاس باز هم اعتراف نکرد و باز هم زنده موند. شکنجهگرها این بار اونو به سکویی بستن و مفاصلش رو شکستن و همونجا هم ولش کردن که بمیره. 2 ساعت بعد فهمیدن که گالاس هنوز زنده است، اما این بار دلشون به ره اومد و اونو خفه کردن. وقتی که این اتفاق افتاد ولتر در اوج قدرت بود و با دربار رابطه‌ای دوستانه داشت. همچنین اون رو به عنوان فیلسوف و حامی مظلومان دوست داشتن. ولتر وقتی از ماجرای گالاس خبردار شد تلاش کرد تا لکه ننگ رو از نام این مرد پاک کنه. اون بعد از 3 سال نامه‌نگاری و انتشار مقاله‌ای در باب تساهل و خرج مقدار زیادی پول بالاخره تونست بیگناهی گالاس رو ثابت کنه. رابرت گرین، یک سکولاریست آمریکایی، گزارش داده که وقتی ولتر در اواخر عمرش به پاریس برگشت مردم شهر با شعار حامی گالاس ازش استقبال کردند. ولتر برجسته ترین متفکر عصر روشنگریه. اون بخش عمده‌ای از زندگیش رو صرف مبارزه با قدرت پرستی مذهب کرد. ولتر دشمن نادانی، افسانه و خرافات بود و بیش از هر چیز مسیحیت رو عامل بدبختی مردم میدونست. رابرت گرین درباره این موضوع هم میگه کافی بود اسمش رو در حضور یک کشیش به زبان بیارید و ببینید که انگار اعلان جنگ داده اید. اسم ولتر که میومد نقاب متانت از رخسار کشیش فرو میافتاد و از دهنی که همیشه از بخشش و مغفرت حرف میزد چیزی جز توهین و ناسزا نمیشنیدید. ولتر در 7 سالگی مادرش از دست داد و پدرش که یک کاتولیک متعصبی بود تربیت اون و برادرش رو به عهده گرفت. ولتر در 10 سالگی با اینکه هیچ علاقه‌ای به مذهب نداشت به کالج لوی گراند رفت و بعدها اعتراف کرد که در این مدرسه جز زبان لاتین و یک مشت چرندیات هیچ چیزی یاد نگرفته. پدرش دوست داشت که اون در رشته حقوق تحصیل کنه، اما خودش نظر دیگه ای داشت. در سال 1713 به عنوان دستیار سفیر به هلند سفر کرد، اما رابطه با یک دختر براش دردسرساز شد و ولتر با رسوایی و بدنامی به خونه برگشت. وقتی که به خونه برگشت پدرش اونو تحت فشار زیادی گذاشت و گفت اگر در یک دفتر وکالت مشغول به کار نشه اونو تحویل دولت میده.
ولتر عاقلانه رفتار کرد و این شرط رو پذیرفت که البته در اینجا هم دردسرساز شد. اشعار و طنزهای نیشدارش به گوش مقامات رسید و اونو به شهر توله تبدید کردن. در بازگشت دوباره کاری کرد که دستگیر شد و برای مدت 1 سال سر از زندان باستیل در آورد و در همون زمان بود که اسم ولتر رو برای خودش انتخاب کرد. اون در سال 1726 به انگلیس رفت و 2 سال در اونجا موند. در این دوره بود که به تفکرات جدی فلسفی روی آورد. در 2 اثر ولتر، یعنی نامه‌هایی درباره مردم انگلیس و رساله‌ای در مابعد و طبیعه، میتونیم ببینیم که افکارش سخت تحت تاثیر تجربه زندگیش در انگلستان قرار گرفته. ولتر در کتاب نامه‌هایی درباره انگلیس به مخالفت با آموزه‌های جان لاک و حتی رنه دکارت پرداخت و گفت هیچ کس نمیتونه به من بگه که از همون اول زندگی قادر به فکر کردن بودم. من نمیتونم مثل لاک تصور کنم که تنها پس از گذشت چند هفته از بسته شدن نطفه‌ام روح بسیار فرهیخته‌ای داشتم. نمیتونم قبول کنم که وقتی در رحم مادرم بودم هزاران چیز میدونستم. ولتر نسبت به مسئله ماهیت روح دیدگاه شکاکانه‌ای داره. اون با این دیدگاه لاک مخالفت میکنه که اگر روح رو مادی تصور کنیم به باورهای مذهبی توهین کردیم. ولتر میگه مطلقاً هیچ دلیلی وجود نداره که تصور کنیم خداوند با قدرت بیپایانش قادر نبوده قوای احساس و تفکر رو به اندامهای جسمانی ما منتقل کنه. ولتر ادعا میکنه که ماهیت ماده امری مناقشه انگیزه. اون کاملا به این مسئله معتقد بود که انسان از ماده اندیشمند ساخته شده، اما در برابر مسئله اساسی تر مثل جاودانگی روح موضع خاصی نداشت. یعنی میگفت اثبات جاودانگی روح خارج از توان خرد و مغز انسانه. ولتر کاملا به خدا باور داشت و میگفت که خوبه اگر مردم به جاودانگی روح هم معتقد باشن. ولتر میگفت نظم و نظام جهان از نشانه های وجود خداونده، اما در عین حال به مداخله خدا در امور این جهان باور نداشت، اما معتقد بود که خداوند انسان را با سرشتی اخلاقی آفریده و وجود چنین سرشتی برای محقق شدن زندگی توأم با نیکی برای انسانها ضروریه. ولتر همواره میدونست که حضور شر و رنج در جهان تهدیدی برای این دیدگاه خوشبینانشه. در نوشته‌های اولیه‌اش نتونست به خوبی از پس این مشکل بر بیاد، اما لااقل تونست ذهنش رو در این مورد آروم کنه. ولی با گذشت زمان کم کم از این دیدگاه خوشبینانه فاصله گرفت و نقطه اوج این ماجرا انتقاد شدیدش به فلسفه خوشبینانه لایبنیتس بود. لایبنیتس میگفت این جهان که خداوندی خردمند اون رو خلق کرده بهترین جهان ممکنه. مشاهده پوچی و بیهودگی اکثر مصیبت‌های بشر به بدبینی روسفزون ولتر دامن زد، مخصوصاً زلزله لیسبون که به هیچ وجه با دیدگاه‌های خوشبینانه و مشیت‌گرایانه خداباوری عقلانی قابل توجیه نبود. این زلزله در سال 1755 و در روز آل سینتس دی رخ داد. اون هم درست زمانی که کلیساها مملو از جمعیت بود. حدود 10,000 ساختمون فرو ریخت و بیش از 30,000 نفر از مردم جونشون از دست دادن. ولتر با سرودن شعری به تلویحات فلسفی این فاجعه اشاره کرد. هان، کجایند فیلسوفانی که میگویند همه چیز نیک است؟ کاش بیایند و بر ویرانه های این جهان نیک بنگرند، بر جنازه و خاکستر تن هم‌نوعان خیش نظاره کنند و بنگرند که این مادر و فرزند فتاده را در میان انبوه کشتگان و این دست و پای قطع شده در زیر ستونهای مرمری و هزاران هزار انسانی را که زمین فرو بلعیده است، آنهایی که با پیکر پاره پاره و خونین هنوز بر خود می‌لرزند، در زیر سقف‌های خانه میزبان خود زنده به گور شدند و زندگی مهنت زدهشان
با عذابی سخت پایان یافت. ولتر خوشبینی لایبنیتس رو به بهترین شکل در مشهورترین اثرش یعنی رمان کاندید نفی و انکار میکنه. قهرمان داستان یعنی کاندید در جهانی پوچ و بی‌معنا و سرشار از درد و رنج‌های بیهوده و بی‌حساب و کتاب زندگی میکنه. اما دکتر پانگلوس که مربی کاندیده به کیهان شناسی الهی اعتقاد شدیدی داره و میگه هر اتفاقی که میفته بهترین اتفاق ممکن در این جهانه و این جهان بهترین جهان ممکنه. کاندید در طول این داستان با فاجعه‌های زیادی روبرو میشه و در همین حین کم کم احساس میکنه که نمیتونه دیدگاه خوشبینانه دکتر پانگلوس رو قبول کنه و سرانجام به این نتیجه میرسه که تأملات انتزاعی فلسفی به التیام رنج‌های بشر کمکی نمیکنه. اما داستان با نتیجه‌گیری مثبتی به پایان میرسه. درسته که انسان در جهانی بی‌رحم و سنگدل زندگی میکنه، اما ناامیدی چاره کارش نیست، بلکه باید به عملی مفید و مثمر ثمر دست بزنه، یا به قول کاندید که میگه بگذار باغمان را آباد کنیم. خب دوستان، ما در پایان این ویدیو میخوایم یک جمع‌بندی کلی از فلسفه ولتر داشته باشیم. عقل‌گرایی. ولتر بر این باور بود که عقل و خرد انسان میتونه به حل مشکلات و دستیابی به دانش کمک کنه. اون منتقد خرافات و تعصب مذهبی بود و تلاش میکرد تا با استفاده از عقلانیت جامعه‌ای بهتر و عادلانه تر ایجاد کنه. دومین اصل فلسفه ولتر آزادی بیانه. او معتقد بود که همه افراد حق دارن آزادانه عقاید خودشون رو بیان کنن، حتی اگر اون عقاید مخالف نظرات دیگران باشه. سومین اصل فلسفه ولتر انتقاد از دین سازمان یافته بود. اون منتقد شدید کلیسا و دین سازمان یافته بود. ولتر معتقد بود که دین باید یک مسئله شخصی باشه و نباید به وسیله نهادهای سازمان یافته دینی محدود و کنترل بشه. چهارمین اصل فلسفه ولتر تساهل و تحمله. ولتر بر این باور بود که همه افراد فارغ از دین، نژاد یا عقایدشون باید با یکدیگر با تساهل و تحمل رفتار کنند. ولتر میگفت که این تساهل میتونه به کاهش خشونت و نزاع‌های بین المللی کمک کنه. و آخرین اصل فلسفه ولتر حقوق بشر. ولتر یکی از مدافعان حقوق بشر و عدالت بود. ولتر معتقد بود که همه افراد باید از حقوق برابر برخوردار باشند و دولت‌ها باید وظیفه حمایت از این حقوق رو داشته باشند. نامه‌هایی درباره مردم انگلیس که در سال 1733 منتشر شد. این کتاب اثری کلیدی در عصر روشنگریه که انگیزه نوشتنش اقامت 2 ساله ولتر در انگلیس بود. این اثر مجموعه مقالاتی کوتاه درباره سیاست، دین، فلسفه و ادبیاته. دومین کتاب مهم ولتر رساله‌ای در مابعد و طبیعه است که در سال 1734 نوشته شد. این اثر تحت تأثیر فلسفه جان لاک از موضع خداباوری عقلانی دفاع میکنه و نقطه مقابل دیدگاه‌های بدبینانه خود ولتره. سومین رمان مهم ولتر کاندیده که در سال 1759 نوشته شد که همینطور هم که در ویدیو گفتیم خوشبینی فلسفی لایبنیتس رو مسخره میکنه. و اثر مهم دیگه ولتر رساله‌ای در باب تساهله که این اثر بعد از وقایعی که برای ژان گالاس رخ داد نوشته شد و اعتراضنامه‌ای به ناداوری مذهبی و فراخوان برادری و انسانیته. دوستان خیلی ممنونم که تا پایان ویدیو همراه ما بودید. اگر از محتوای تولید شده راضی بودید لطفاً با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن چنل ما را در این راه سخت حمایت کنید. خرد ثروتی بی همتاست. خردمند و جاودان باشید.